یک روحانی معروف از ولایت ختلان برای انتقاد از تطبیق قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی تاجیکستان مورد بازپرسی قرار گرفته است. مقامات انتظامی در ولایت ختلان مهتدی احمد خواجه‌وی 68 ساله ایشان مهتدی را بعد بازگشت از شهر یکاترینبورگ روسیه بازپرسی کرده است، اما سنه این بازپرسی برای ما معلوم نیست. ایشان مهتدی ماه اوگوست امسال بعد یک روزی پیدا شدن نوار امر معروفش که در آن با شدت از سیاست دینی حکومت انتقاد میکرد به روسیه رفته بود. منابع رادیو آزادی روز 15 سپتامبر گفتند سپس مقامات او را از روسیه به تاجیکستان دعوت کردند تا صحبتش را شرح دهد. او روز 25 اوگوست همگی بعد 3 روز در روسیه بودن به تاجیکستان برگشت. گفت همصحبت ما مهتدی احمد خواجه‌و در ویدیویی که اولهای ماه اوگوست امسال در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد از مقامات انتقاد کرد. او گفت مقامات ذبح چاروا را منع می‌کند، سطر زنان را می‌گیرد و ریش مردان را می‌تراشد. این گفته‌ها سر و صدای زیادی را برپا کرد، ولی خود ایشان مهتدی در صحبت به مقامات ناحیه جلال‌الدین بلخی گفته است این صدای او نبوده بلکه یک ویدیویی تحریف شده میباشد. عبیدالله فیض‌الله رئیس ناحیه جلال‌الدین بلخی روز 15 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت این روحانی وظیفه مسئول نداشت، اما چون مسجدی محلی را خودش ساخته بود طرفداران زیاد داشت. او وظیفه نداشت، او خیر قرار قوم و جمع ایشان کلونیه گپای من او اقرار کردی گپای من نیست که معلومات کردی گپای من نیست برای معلومات هست کردم و آدم که اقرار نشید و روزه من نیست بعد ویدیوش هم کویت نبود رنگی ساختکاری بود. با گفته رئیس ناحیه ایشان در صحبت با مقامات گفته است صحبتی که در شبکه‌های اجتماعی راه یافت نگفته بود، یک ویدیوی تحریف شده است. عبیدالله فیض‌الله میگوید بعد از دعوت مقامات و بازپرسی شدن مهتدی احمد خواجه‌و او در آزادی است و علیه او پرونده جنایی باز نشده است. دیگر مسئولین حکومت ناحیه جلال‌الدین بلخی نیز گفتند که علیه مهتدی احمد خواجه‌و پرونده جنایی باز نشده است. مهتدی احمد خواجه‌و حالا با خبرنگاران صحبت نمی کند، ولی قبلا در یک نوار ویدیویی گفته بود با دعوت پسرش به روسیه رفته بود و صحبتی که از نام او بر ضد قانون تنظیم رسم آیین ها در اینترنت گذاشته شد تهمت است. همه وقت طرفدار وطن هستیم، ملت هستیم، عزم صالحای ملی بودیم. اینها سخنان ما میگیم هر هفته هر جمعه دولت را نظارت میکند، در اجاره عملیات دولت هستند. این سخنان چند ساله را گرفته، سخنان خودش را در اون علنش کرده، گفته و ساخته میخواهم که تاجیکستان با ناآرام میکنند. احمد جان احمد خواجه‌و پسر مهتدی احمد خواجه‌و نیز در صحبت به رادیو آزادی گفت که در حق پدرش تهمت کردند. کانم کسی که تهمت نوشته چی نوشته اینترنت همونش مشخصه و بکن بیان شو شخصیتی بدن بوبشون هم میدونن نه تو کم سمو فرزندوش که مسئول تعریف کنیم شخصیت و خدماتش و چوش هم میدونن. مهتدی احمد خواجه‌و که با نام ایشانی مهتدی قراتغنی معروف است اول در ناحیه جلال‌الدین بلخی زندگی میکرد، حالا در ناحیه باختر ولایت ختلان به سر میبرد.